سلام بچه‌ها، دانیال هستم. خیلی خوش اومدید به پیکسلند دیگه. امروز یه محصول جدید براتون آماده کردم. DJI یه دوربین جدید ارائه داده. منم براتون تهیه‌اش کردم که براتون تست بکنیم. پس بیشتر از این لفتش ندیم، بریم آن باکسش بکنیم، برگردیم تستش بکنیم، ببینیم کارهای چجوریه. پس let's go. خب بچه‌ها، بریم دوربینمون رو ستاپ بکنیم که بریم ویدیوهای خفن باش بگیریم. دوربین رو از این بالای از بغل روشن میکنیم. از منویی که میاد زبان مورد نظرتون رو انتخاب میکنید که ما انگلیسی رو انتخاب میکنیم. این QR کد رو اگه با موبایلتون اسکن بکنید میتونید برنامه این رو روی گوشیتون نصب بکنید و با موبایلتون کانکت بکنید و از روی موبایلتون هم تنظیماتش رو انجام بدید. حالا من چون این کار رو انجام دادم میزنم بعدی و اینجا اوکی که بزنیم دوربین ما آماده کاره. و اگه شما این دوربین رو از بالاش جدا بکنید میتونید قسمت پایینش رو به عنوان مانیتور استفاده بکنید و دوربین رو اگه به صورت افقی یا عمودی بگیرید این خودش حالت افقی عمودیش تغییر میکنه و تو هر حالتی رکورد رو که بزنید دیگه این در اون حالت ثابت میمونه و فقط افقی یا فقط عمودی رکورد میکنه وقتی دکمه رکورد زده بشه. پس دیگه بریم تنظیماتش رو انجام بدیم و بریم واسه گرفتن ویدیوهای خیلی خفن با دیجی اوزمو نانو. فکر نمی کردم اینقدر خفن باشه، ولی خدایی منو حیرت زده کرد. توی دنیای اکشن کامراها واقعا یه نمره دیگه است. یعنی من واقعا به این جایگاه اولو میدم و از این به بعدم مطمئنم همه جا اینو همراه خودم میبرم و فقط اینو استفاده میکنم توی جاهایی که اکشن کامرا لازم داشته باشم. شما هم اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. از ما حمایت بکنید که ویدیوهای بعدی رو با کیفیت و انگیزه بالاتر براتون درست بکنیم و حتما زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. و اگه نظری، پیشنهادی، انتقادی در مورد این دوربین دارید، اگه دارید و استفاده کردید، حتما تجربیاتتون رو توی کامنت ها واسه منم بنویسید و خوشحال میشم نظراتتون رو با من به اشتراک بذارید. امیدوارم که این ویدیو رو پسندیده باشید و تا پیکسلند دیگه همتون رو به خدا میسپارم. حمید معصومی نژاد، قم.